5 تا از بهترین وسایلی که میتونین توی دد رایزینگ با اون زامبی بکشین. شماره 1 اره برقی. با اره برقی میتونین کلی زامبی بکشین، حتی اگه به اونو به پارو بس کنی که زامبی بیشتری میتونین بکشین. شماره 2 مربوط میشه به چکش. چکش میتونین باهاش زامبی زیادی بکشین، مخصوصا اگه زامبی کنار هم باشن و یک کلیک کنید و همه زامبی ها بمیرن. توی باس فایت هم خیلی میتونه کمکتون کنه. شماره 3 مربوط میشه به ماشین. شما با ماشین میتونید زامبی زیاد بکشین، مخصوصا توی فورتن پارک. شماره 4 مربوط میشه به دستکش بوکس و چاقو. اگه دستکش بوکس رو توی چاقو وصل کنین یه چیز خیلی قوی میشه که حتی توی باس فایت میتونه خیلی شما رو کمک کنه. معمولا یوتیوبرها از اون توی باس فایت ها زیاد استفاده میکنن. شماره آخر کپسول گازه که با اون تیر بزنین میترکه و زامبی زیادی میمیرن.